گوتن آقا من پیام داداشم الان پا شدم، پا نشدم که بیدار بودم، ولی دیدم پیام داده بیداری. اینجوری بودم که آره نمیخوای بریم مرغ بخری. اینجوری بودم که آره الان باید بریم مرغ بخریم. هنوز پا نشدم، هنوز صدام گرفته. خب بریم صبحونه بخوریم، گشنمه. بذار بهتون یاد بدم. ببین اینجوری پنیر برمیداری میمالی رو نون. شاید با خودت بگی این که کاری نداره، چرا؟ ببین باید اینطوری بمالی رو نون. گردو رو همینجوری هم بذاری، باید خورد کنی همچین حالی. اوکی همین حالا نه. خیلی بارونه و بود بد بشم بابایی امروز زیاد خوابیدم. عشق حال کردم تو خواب. برای بقیه استایل قشنگمون زوم شو. برای بقیه استایل اونجایی که بارونه کلا به این صورت. من از چتر خوشم نمیاد، خب واسه همین حاضرم اینطوری برم بیرون ولی چتر نبرم. الان ما سیفیم، همونقدر زیبا، سریع، مختصر، مفید. باید سوپرمارکت ترکی گوشتامون رو از اینجا میگیریم. مرغ داریم، مرغ، ران مرغ. هوا خیلی قشنگه اینجا. مردم فقط وقتایی که آفتاب هست دوربین به دستن، من وقتایی که بارون. یعنی پارک پیش خونمون مرغ داره. Tell the world I'm coming home. باید مرغامون رو زعفرونی کنیم حالا. اوه بیا و ببین دارم شرکت میکنم توی یه غذا برای درست کردن یه غذایی که خودم قرار نیست بخورمش. درد و نفرین قدم اول. خب قدم اول باید اینجا رو یکم تمیز کنم. البته که هیچ کدوم از این ظرفا برای من نیست، واقعا واسه من نیست. پس میریم سراغ قدم دوم. دستامو میشورم با حوله‌ای که خودم خریدم، خشک میکنم. خودم خریدم، من پولشو دادم، کارت کشیدم. مرغا رو درست کردم. وقتی زعفرون بازیه فوکوس کن رو من. زعفرون همینطور زعفرون زیاد درست کن. حالا اینکه زیاد چه مقداریه رو من نمیدونم، واسه من زیاد کل این شیشه است. خب عقل شورم میره. حمید برگشته به من میگه 2 تا پیازم خورد کن. دیگه چی؟ چشم سلطان، چشم. خورد میکنه میگه اولالا خوبه دیگه ها. این دیگه واقعا خوبه. شاید بهتره وقتایی که لباس سفید میپوشم، اونم تیشرت مورد علاقمو، کارای اینطوری نکنم، ولی میکنیم. چیکار باید بکنم؟ پیاز 2 تا پیاز داریم ما، شادی کنون داریم ما. اوکی حمید لعنت بهت، دارم میسوزم. حمید اجاقو ببین، اینا رو من درست کردم. من ولی به اسم خودش
میزنه؟ بگو به همه. من اصلا خریدم، بریدم، پوست کندم. من صدای مرغ رو شنیدم وقتی داشت میگفت پوستم نکرد. من بودم در تمام اون لحظات. بعد این بهش خودش میزنه. من میلکا گرفتم، همین حالا تست کنم. الان من برم سمت فرانکفورت تو، اونجا قرار دارم و قرار بوده که من 8 اونجا باشم. الان ساعت 8:15. برنامه اینه که با اسکوتر برم، قان گاز میدم میرم. یعنی شانس و قشنگ اسکوتر دم در خونمه، ولی هوا چون بارونی زمینه آلیزه و من بیمه ندارم. با مترو میری بیمه ندارم، بیمه جلومو میگیره. لعنت به اسکوترهای لایف. به معنای واقعی به چخ رفتم، به خاطر اینکه من قرار بود با ترامپ بیام، با اون اومدم، بعد یهو وسط کار همه پیاده شدن، به خاطر اینکه فکر کنم نمیرفت یا طول میکشید. من پیاده شدم و هم یه دونه اسکوتر گرفتم که این 2 دقیقه مسیر رو بیام سریع. بعد خواستم اسکوتر رو پارک کنم، گفت اینجا نمیتونی پارک کنی که. وای من آورد این سر دنیا قشنگ. بعد اصلا یه وضعی الان آوردم اینجا پارکش کردم، کل خیابون رو دوباره باید برم، کل مسیر رو باید پیاده برم. یعنی الکی فقط 3 یورو من پول دادم واسه هیچی، فقط واسه فان. گاد لعنت به لایم.